این اسرانی زن نمیگیرند از ما چخل باشد. زهرا چیگه پس یکون چیز گوی؟ رفیقان با همتون برباری خواهانم رفتیم راه کرد. عزیزم بیو میرویم. این چی گپ است؟ بیا همراه تو یک مردانه وار صحبت کنم. مرحمت. مرحمت. تشکر. مرحمت دامولوزیا. مرحمت. شنید؟ لبای زهرا؟ وای بابا جان این کس بابا جان من همراه شما ایستم. ما در تنهایی با او صحبت میکنیم. مردی را که تو با او خانه دار میشوی من باید بشناسم. لطفاً. برو. زهرا جان چی شده است؟ همه کارها برباد رفت. زهرا جان چی شد؟ مگر باباید همش رو پای برده است؟ حالا نمیدونم سیلین. بله دامولوزیا شما را گوش دارم. هر چی که هست به من نقل کنید لطفاً. اگر می بود نقل نکردم، اما چرا نقل کنم؟ جناب یعنی با شما چه خیلی فهمانم. راست گپ من کمتر در هیجانم. راحت باشید. شما خودتان را راحت حس کنید. هیچ شرم نکنید. گوش کنید. زهرا همه چیزی من است. گوهر قیمت بهایم است. برای من مقصد اساسیم در دنیا خوشبختی او می باشد. مرا فهمیدید؟ فهمیدم، البته فهمیدم، میدونم جناب اکرم. مرا خطا نفهمید محترم دامولوزیا. شما دو آدمی به وای رسیده اید. به این قرار دادتان من احترام میگذارم. پرسیدن عیب است. شما کی شناس شدید؟ کی برای ازدواج کردن قرار دادید؟ قبول کنید که این برای ما یک سورپریز کلام بود دامولا. البته شما درست میگوید. دانسته باشید که یعنی که سورپریز کردن گناه عظیم است. اما من هم این کار چگونه شد هیچ نفهمیدم. یعنی همش ناگهان رخ داده؟ بله این خیلی هم گویم خطا نمیکنیم. زهرا هیچ چیز رو نمیشونم. تو میشنوی؟ من هم نمیشنوم.
زهرا را دوست می‌داره شما؟ بله، زهرا را دوست می‌دارم. بار اول که او را دیدم دلم از تپش کردن ماند. آن روز برای من روزی بود که گویا دوباره به دنیا آمده حیات نو را آغاز کردم. در چشمان او مثل آینه خودم را دیدم. گویا که روحم به سوی او فرار کردن میخواست. ندانستم. جناب، من در حیاتم یکم مرتبه به دختر دل دادم. کیلاس، با تو چی شد؟ حالا یگان گپ نشده چرا تو چنین گفتی؟ همه سر رو فاش کردی احمق. اکنون تو چطور بروی آنها نگاه میکنی؟ در یک نگاه اول عاشق شدید ها؟ بله جناب. با بابایم در کدام موضوع گپ زدید؟ ای زهرا، گلی درا با تو هم کمتر صحبت کنم؟ بیا درا. دخترم، برا میگویم نمی برایی، درا میگویم نمی درایی. گلی درا. تمام شدم. کو فهمان زهرا؟ این کار چه رخ داد؟ کدام کار چه رخ داد بابا؟ 40 سال فکر میکردم هم به فکرم نمی آمد. کی با هم شناس شدید؟ کی هم دیگر را دوست داشتید؟ حیران شدم. دامولازیا را پرسیدم. گفت که در نگاه اول به تو عاشق شده است. این رو ملازیو گفتند؟ نه، امامی مسجد. چی گفت بابا؟ گفت که در نگاه اول به تو عاشق شد. به فکرم تو هم در نگاه اول به او عاشق شدی ها؟ همین طور عیناً همین طور شد بابا جون. دامولازیو چه خیلی که شدن، من هم عیناً همون خیر شدم. خوش، چرا این را بر وقت‌تر به من نگفتی؟ این ناگهان شد. چه خیر شدنش رو من نفهمیدم موندم بابا جون. بابا جان، من رفته دامولازیو رو گسیل کنم، باز خفه نشم. زهرا چی شد؟ یگان مشکلی نشده است، همش رو بد میفهمونم. زهرا به کجا می روی؟ چی گپ شد زهرا؟ اپا جان حاضر آمده، همش رو میفهمونم. سحر جادو رو بین. داملا زهرا رو جادو کرد، دست پسش می دواند به خدا. یاسمان، شما همین طورید. شما چنین آیله هستید فروخ. همه به کاری خود آواره. بابا جان، چی گپ شد؟ آنها هم دیگر را دوست می‌دارند. زهرا را داشتن نتوانستم. از پس دامولازیا دویده رفت. یعنی چخیلی که میدانی عشق باز کارش را کرد.
یعنی چی خیل؟ زهرا با دومولا ازدواج میکند؟ نه این خیل شدنش ناممکن است. بسیار شاد شدم. تو به عقل هستی. مادر چقدر از من میشود از من. ای میلیس تو یک به عقل هستی، هیچ چیز را نمیفهمی. دخترها کنی به آشخانه روید از پس کارتان شوید. تو هم شهناز رو گپ گوش کنی را بس کنید. ای بچه کجا گم شدی؟ بیا که من تنها زیغ شدم. ای دومالا دویم بار میشود که شما مرا نجات داده استید. یکم بار از راه زنها، دوم بار از بابویم. آدمگری همین است. از برای من شده شما دروغ هم گفتید دومالا. دروغ؟ با بابویم گفتید که در نگاه اول به من عاشق شدید. همین را در نظر دارم. شما را گناهگار کردم. نه این خیلی فکر نکنید. آیا شما میدونید که من به بابایم چی ها گفتم؟ سخنهای شما را تکرارن گفتم. من هم گفتم که به شما در نگاه اول عاشق شدم. باورم نمی آید. تشکر به شما. همه‌اش میگذرد. میدانم که با شما ازدواج ساخته برپا کردن این فکری غلط است، اما مجبور شدم. آن دختر قریب مرا در حالت ناگوار گذارد. من هم چیکار کردم را ندانستم. همین که در دست شما گلدسته را دیدم گفتم که داماد انا وی است. دروغ گفتم که به شما عاشق هستم. دیگر راه هم نداشتم. میدانم این یک حالتی علم آور است، اما بسیار خنده آور. این دختر رو ببین. زهرا مولا بعد گفتگو میکنیم. برای کارهای کرده اتان می ندارم. شما مثل فرشته اید. تا دیدار. زهرا لبه اپا جان. زهرا خودش چی گپ است؟ چی سفسطه گفتی؟ مگر دیوانه شدی؟ خوب هستی؟ چی خیر سفسطه اپا جان؟ عشق ازدواج همش. بابایم را پرسیدم گفت که عشق باز کارش رو کرد. این چه خیلی عشق است؟ چگونه عشق ساخته است؟ شما چی ها میگویید؟ عشق مگر ساخته می شود؟ او چی ها میگوید؟ عشق میگوید. خدایا توبه کردم. گویا که کاری نشده است. زهرا تو فکر کردی؟ یعنی وقتی این قرار رو دادن ما رو، خودت رو، اطراف رو فکر کردی؟ نه تو فکر نکردی. اگر فکر میکردی همش خوب میشد. زهرا چی شد؟ از فکر زیاد سرم میکفد. ملازی و باز دروغ گفتم مرا نجات داد.
چه خیلی دروغ؟ دروغ عشق. دروغ عشق؟ بیا رفتیم. این دختر رو ببین، در ازدواج ساخته مرا انتخاب کرد و یک بار هم نپرسید که من راضی هستم یا نیستم. این چی گپ است؟ من برای او بازیچه شدم ها؟ حالا بازیچه رو میبینی. استاد شامتون بخیر بود. شام بخیر. بچه ها خیری کرده یا اون صاحب کار را به ما گفتن و ما جمع آمدیم. نصیب باشد اون پول ها را کی به یتیمان تقسیم میکنیم دوملا؟ این مسئله شما رفتن گیرید، من پول ها را گرفته از پس شما می آیم. استاد بخشش یک سوال دارم. هجری از برای خدا یگان سوال نپرس که خاطرم جوی خالی ندارد. دوملا شما را انتظاریم. مایلش. شام بخیر دوملا. مایلش، خدا حافظ. شب خوش استاد. شوکت، من به مسجد می روم. بعد نماز خفتن آماده گفتگو میکنیم. مرا شنیدی؟ امروز هم گذشت. پگاه چی می شده باشد؟ اکنون حاضر چی کار میکنیم؟ اگر فکری مرا پرسی زهرا، داملا برای ازدواج ساخته بسیار انسانی موافق است. سفسته نگوی. زهرا جان، خودت نگفتی که در ازدواج ساخته میترسم که داماد به من عاشق میشود و باز گفتی که اگر داماد به من درست نآید همش رو به بابایم فاش میکند. بعد اینکه داملا هیچ وقت به تو عاشق نمیشود، همین طوره؟ نمیدونم آیا میشود یا نمیشود. یعنی داملا هیچ وقت به ما بر این دخترهای زمانوی اویلدار نمیشود؟ البته دنیای ما از دنیای او خیلی فرق میکند. بله، همین طور است. شوکت، مرا فهمیدی؟ من به مسجد می روم. شوکت، چرا گپ نمیزنی؟ آوازت رو برار. ای بلا زند، چرا گپ نمیزند؟ شوکت بلا زند. شوکت! شام بخیر. شام بخیر دوملا. یکو مشکلی است؟ نه، مشکلی نیست. من نزد یک رفیقم اومدم. با شما در آمدن ممکن است. بخشش. برای آنکه من داملا هستم. چرا در آمدن داملا ممکن نبوده است پسر؟ زنهای در درون بوده خودشان را ناراحت است میکنند. مرحبا دوملا. خیر داره. بیا مثل فیلم ها میکنیم. یا بچه تلفن رو بردار آخیر. خیر مالش.
خداحافظ. شبی خوش بابای ملا. دوملا راهتان را گم کرده؟ نه دوستم، راهم را گم نکردم. یک شاگردم را میجویم. دوملا شاگردهای شما در مدرسه اند؟ تمام ایستا یافتم. یگان مشکلی نمیشود. راحت برادر. شوکت رو ندیدی؟ کی او رو میپرسد؟ این من کلاس. آقا با خدا این توی؟ منم پسرم من. شوکت رو ندیدی؟ با اینجا آمده بود. آقا شوکت کم تا پیش همینجا بود. خیر. بعد گفت که دستویم خوریده ایستاده است با کازینو رفته یک قمار بازی کنم. اوه شوکت بر پدرت نعلت برازند. پلیس نجومید. آرام شوید. کنی حجتاتون رو برارید. در جایتی است. کنی موسیقی را خاموش کن. شناسنامه‌تان رو برارید. در رو کشوید. دوملا شما در اینجا چیکار میکنید؟ نپرسید دوستم، تماما نپرسید. در اصل در راه رفته ایستاده بودم، بعد این انسان را فهمیدن در کار. حالم بد شد و با اینجا در آمده. در حدیث آمده است که انسان باید نماز را در وقتش ادا کند. خیر میلش، کارهای شما بسیار است. از پس کارتان شوید. من زود روم که جماعت مرا انتظار است. با فکرم وقت نماز قضا شد. زورو از جویت خیز گپ زنیم. سلیم یک دقیقه شین. ای خدا، در این ساعت عیب است. بگو گام میزنیم. زورو کاری امروزه رو به فردا نگذار. یکی باید فردا از همش آگاه میشود. خدا نگاه دارد. با این کار حل نمیشود. خیز نزدیو رویم. گوش کن. چرا دوملا این کار قبول کند؟ عیبی ما چی؟ او خودش چنین گفته است. کارو تا آخر دوام دهد. این کارو چخیل من به دوش او بار کنم؟ وای آدم از برای من شده دروغ میگوید و گناه میگیرد. زورا جان، اگر به آدمی درمونده یاری دادن صواب نمی بود، او هرگز دروغی عشقی ساخته رو نمی بافت. تو خفه نشو. تو تنها فکری باید رو بکن. تمام کنی خیز رفتیم. سلیم خیز رفتیم شید تمام. بیا گفتم بیا. سعید برادر 24 ساعت در تلفن بازی میکنی ها؟ نه دوستم، همسرم با وایبر صورتهایش رو روان کرده است. تماشا دارم. این بیاد نیست؟ برادر سخنویت رو سنجیده بود. تو دوست و دشمن نگردانی. خفه نشو، همسرت پیر می نماید. بله او تنها در صورت چنین می نماید. از پیش خوشیده است. چی بود ها؟ کنی رفته بینیم؟ شام بخیر. شام بخیر بابای مولا.
ба фикрам раҳгум задед. نه پسرم، مرا فرشته ها راهنمایی میکنند. یک رفیقم راهگم زده است، آمدم تا او را راهنمایی کنم. مانده نباشید. اگر بازی نکنی خیز دیگر کس شینه. شوکت برادرجان خوش آمدی برادرم. دمت را گیر، مرا گوش کن. پولها را کجا کردی؟ حیوان، فقط به من نگویی که همه پولها را بوی دادی. تو چی ها میگویی برادرم؟ نخود همه پول رو بویدیم. انا نصفش رو بوی دادم. نصفش رو؟ شوکت، نصف پولها همین است. من به مردم محله چی میگویم؟ برادر جون، در راه با دخترها و خوردم. بعد به طرفخانه رفته خوراک دویم خوردیم، نوشیدیم، پولها کم شد و برای پولها را جابجا کردن به کازینو آمدم تا برد کنم. من توبه کرده بودم. خاموش. توبه کرده است. این توبه در سرت ماند. با تو بعد گپ زنان میکنم. بعد شامتان بخیر جنابان. حالا برادرم خطا کرده است. پولی که از خودش نبود و آن را باید خیر میکردم آمده اینجا بوی داده است. خواهش میکنم پولها را به من برمیگرداندید. این خیلی کار خوب میشد. بعد بله، من این پولها را برده به یتیمان میسپارم و ثواب شما هم میرسد. نمیشود داملو. تو پولها را бой дода. با داملو маслиҳат карда пулҳо ро пас гардонанӣ. ҷура ин макра дармо намегузорад. اوه شوکت، توبه توبه. اکنون حیاتتون برباد رفت. احتیاط کنید که برادر من فهمیده؟ خاموش. برادر گرامی قدرم. با حضور بازی کن. انا پول هم داریم. تقسیم کنید. داملوی محترم، باز گناهگار نشوید. همش از نیت وابسته است. تقسیم کن. домло моро ҳам гунаҳгор накунед. пули шумо ба мо дар кор нест. дар ҳаққи мо як дуо кунед бас. برادری عزیز، میگویند قماربازی حرام است اما نه در چنین حالت. حالا تقسیم کن. به فکرم نیست. چراغ‌هایش هم خاموشند. در این ساعت به کجا رفته است؟ من از کجا میدونم؟ домло ро меҷӯи зӯро? بله. баромада рафтанд. намозхонӣ рафтанд? намозхонӣ? вақти намоз гузашт. дар ин соат намоз мехонанд. намози хуфтан хело шуд гузашт. شاید نمازی دیگرش رو خوندن رفته است. سلین جان، نماز بعدی نمازی بامداد است. من از کجا میدونم؟ من هیچ وقت نماز نخوندم. اکنون چی کار میکنیم؟ رقم تلفنش رو نداری؟ نه. نداری؟ نه خود رقم های تلفنی معشوقت رو نداشته باشی. سلین، اینجای شوخی نیست. شوخی نکن که برداشته نمیتوانم. تمام دیگر تکرار نمیکنم. رفتیم. зам мекунам. پس میدهم. پس تقدیری من بلند بوده است. سراسیمگی این عمل شیطان است میگویند. نفهمیدم. شوکت، لبای برادر جان، چرا سخنهای مرا در اینجا هیچ کس نمیفهمد؟
جناب برادرم میگوید که مرحمت جنابان. گل جناب گل. برادرم گل را زد. دلم گل شدیم برادر. چرا من این کارو کردم؟ پر کن. بس برادر پر کن. من هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شوکت پر کن. شوکت بس است. همینش کفایت. دیگرش مون برادر. همین قدرش بس است. دیگرش رو رفیقان بین خودشون تقسیم میکن. کیل است تو چی گفتم؟ شوکت به من داد نزن. برادر این همه پول ها رو ما بود کردیم کو. همینش بس است. گیر $100 از اینجا میرویم. با همه تشکر زیاد. بسیار هم شب خوش بود. حلاوت بردم. چی گویم؟ این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شبتان خوش. رفتیم. دلم به آنها میسوزد. رفتیم. او چگونه دومولا بود؟ اگر دومولا با حال ما رحم نمیکرد برادرش تمام کیسه ما رو خالی میکرد. خدا از او راضی باشه. مرحمت قنچوی. شاورما نداشت؟ نه شوکت. یا خدا او رو ببین. من با کار دیشب کردهش نگاه نکرده با او چای آوردم باز شاورما میگوید. با خدا تو تماما تغییر یافته ای. زنگ گرفتم حیاتم سوخت. دمت را گیر. حال بزنی تو رو میدانم. نه به خدا زنگ گرفتم احوالم بد شد. شوکت با من درباره زنگیری گپ نزن که به این هم در دارد. چرا؟ چرا؟ آن دختر با من ازدواج ساخته میخواهد. برادر من از گوهرک چشمانت فهمیدم که تو با اون دختر عاشق شده ای. با او اظهار محبت کن. شوکت دمت را گیر. گویا که همه چیز رو میدونسته باشی. کلاس آیا همه این پول ها رو در حقیقت با یتیمان تقسیم میکنی؟ بله شوکت. پول ها رو 1 درمش نمانده تقسیم میکنی. چی بود؟ هیچ. از بینش برای استراحتی با فراغت خودمون کمترش رو میگرفتیم. شوکت پولی رو که برای استراحت خودمون جدا میشد تو باید دین شب فکرش رو میکردی. فهمیدی؟ چایت رو نوش. فراموش نکن که من هم یتیم هستم. دزدیدند؟ این خدا چی گپ است؟ آنها کی هستند؟ من هم همان را جستجو دارم. اگر کار با تو باشد ما سوختیم. اما جناب اکرم خوبی با دیدم. زهرا! مادر جان من نابود شدم. این رو فهمیدی؟ همش رو فهمید. به فکرم زهرو با پایان نفرایی. میتوانی با کریزه گریخته رو. نابود شدم. مرا فهمید. آروم شو. فهمید نابود شدم. آقای اکرم شما را فیرا دارد. من لباس هایم را عوض کرده می آیم. چی کار میکنم؟ من نابود شدم. به خدا که من نابود شدم. سرین از فکر کردن دیوانه میشه. تمام شد. بس آرام. وای دختر کجا گم شد؟ باز در اینجا چی گپ شد؟ وای دختر واقعی دزدیدنش را تا این وقت از من پنهان داشته است. دزدیدن؟ کی رو دزدیدن؟ ملیس رو؟ ملیس در کجایی دخترم؟ ملیس تینجت و در جان چی شد؟ چرا این را از من پنهان داشتی؟ بابا جان من بسیار ترسیدم. نخواستم که شما غمگین شوید. برای من؟ بابا جان
بابا جان همش رو حاضر به من میفهمانی. تو را کی دزدیدنی بود. زود به من نقل کن. بابا جان شما برای همین عصبی شدید؟ گپ را تاب نده و به من چرا این را نگفتی؟ گفتم که برای ناراحت نشدن شما. آنها از تو چی خواستند؟ من هم نمیدونم. آنها راهزنهای شهری بودند. اکیزیا مرا از آنها نجات داد. او دو راهزن شهری را سخت لطوکوب کرد. کدام زیا؟ دومولو زیای خودمون. دومولای خودمون؟ ریش. بله. سله. دستش درد را نبیند. خداوند هزارها بار از او راضی باشد. یزنه مگر من نگفته بودم که این مسئله بین هر دویمون میموند؟ اکنون کاری کردهتان رو دیدید؟ زهرا وقتی که دومولوزی این کار رو کرد. زهرا جان به تو یگان حادثه میشد من چیکار میکردم؟ حق داماد شوندم را چهل پرداخت کنم. چهل داماد؟ کدام داماد؟ همان داماد. زهرا با آن آدم ازدواج میکند چون که عاشق دیوانه شده است. با کدام آدم؟ دامولو زیو. چی؟ هنگامی که تو رو نجات میداد همان وقت عاشق شدی ها؟ سرستگویی رو بس کنید. زهرا باجه‌مان در کجا باشد که او را آغوش کرده تبریک گویم؟ خیر میلش. هنگامی بیاناتگیری مبارک باد میگویم. نباشد باجه‌مان را دعوت کنید. بختیار لبای آقای اکرم. رفته داماد شوندم را بگو که زود به اینجا آید. میلش. اوه چاغاتای خوش آمدی. خوش باشد. بخیر است که جایتون رو عوض کردید. در جای آرام و تنها همیشه راحت است. من دیگر در جای پرغوغا طاقت کردن نمیتوانم. بعد از این حادثه من به اینجا رو آوردم. آفرین چاغاتای. آدمانی ما را خوب لطوکوب کردی که حتی بیمارخانه آنها را قبول نکرده ایستاده است. باور نمیکردم که تو تا این درجه با قوت هستی. هیچ خیر این کار فایده آورد؟ آقای کنعان آنها را من نزدم. تو چیا میگویی؟ کی زد آنها را؟ من قریب زدنی بودم که در بین یک کس در آمد. شب نکن ساز گپ زن. اون کس زده که گوش کن چاغاتای. ببین ما تو میزنی گفته آدم روان کردیم اما تو این را به دیگر کس واگذاشتی. آنها را کی زد؟ این آدم کیست؟ آقای کنعان این کار من نبود. یک آدم پیش از من شده آنها را لطوکوب کرد. پسرم مرا گوش کن. دانسته باش آدم های مرا شخصی میزده که حالا از مادرش تولد نشده است. کی آنها را زد؟ یک داملوی سالدار. چی؟ داملو؟ اوه سنین به سر داملو من چی بلا آوردم. مرا پرتفته نگریزد خوب است. تو رو پرتفته گریزد با کی نیست، اما میترسم که خیش تبارد رو دیده میگریزد. ای رحمت سلین خیریت که گفتی؟ زهرا شما چی در آنجا پیچیر دارید؟ هیچ چیز نیانگه در باره کار. آقای اکرم مرا ببخشید داملو حالا نآمدن. او در کجا باشد؟ شاید یگان کارش برآمده باشد بابا جان. نه این کار مرا قناعتمند نکرد. دیروز به جای تبریک کردن او را مانند مفتش سوال باران کردم که شاید از من رنجیده باشد. تو بهترش به او زنگ زن بگو با او واخوردن میخواهم آیدی فاتحه کردن و توی گفتگو نمایم. زود به دامادم زنگ زن دخترم. بله زهرا زنگ زن. من هم میخوام یک بار بیاناتش را بگیرم. چی استاده ای؟ زنگ زن. زنگ زده نمیتوانم چون که یعنی
حاضر ینگم پرسید که چرا ما پیچر پیچر داریم با سلین. ها تمام، من گپ زده ایستاده بودم که اما قوه تلفنم تمام شد. خیر گیر، با تلفنی من زنگ زن. گیر. بابا جون، قوه تلفنی من تمام نشد، از وای تمام شد. اگر از من تمام میشد میدونستم که چی کار کنم. اما من با داماد شوندم هرچی زودتر واخوردن میخواهم. حاله خسورم درباره خاندار کردن زهرا میانش را سخت بست است. او را بین، دامادم گفته دهانش آب میکشاید. چرا نکشاید؟ شما ناراحت شدید جناب اونل؟ نه استغفرالله، چرا ناراحت شوم؟ به خدا این اولین مراتب است که من از تحت دل با تمام حیثیاتم داماد گفتن میخواهم. زهرا جون، من تو رو در نزدی ماشین انتظار میشوم. سلام سلن خانم. تنها سلین گوی؟ حاضر یک سلینش را خط میزنم، پرابلم نیست. سلام علیک خانم سلین. چی بود که؟ بخیر است؟ ناراحت می نمایید. این را از کجا برآوردین؟ من ناراحت نیستم. نگاه کنید، شما ناراحتید و سببش را تنها من میدانم. چی بوده است؟ حادثه که دیروز رخ داد. اما شما خواطر نشوید، آن راهزنها را من دستگیر میکنم و هر دو یک جویه این را پس سر میکنیم. یک جویه؟ ها جان. گوش کن جناب پلیس، این حادثه به من نه، به دوگانه‌ام رو داده است. چند بار فهمانم، ای خدای من، این کس نمیفهمد. اما شما به خودتان ناحقی میکنید. عجبا، من به خودم چی ناحقی کردم؟ اگر شما در آنجا هنگام حادثه می بودید، این حادثه به دوگانه اتان رخ نمیداد و شما رخ میداد خانم سلین. چرا چونین؟ چون که تو بسیار زیبا هستی. خدایا، او چی ها میگوید؟ و این زیباگی شما تمام راهزنها و حادثه های بیرونه را به خود جلب میکند و من محافظت کردن شما را بر عهده گرفته از این پس محافظ شما میشوم و شما را از همه این راهزنها حفظ میکنم. در کار نیست، از چی ما سخت میندار شدن. این کس دیوانه است؟ چی است؟ زهرا جان، تو کجا شدی؟ آمدم، رفتم عزیزم. تا بازدید. ای تو چیکار کردی سوده؟ کمیسر، فکر کردم که این ماشین خودم است. زود سوار شو. عزیزم، به خانه می آیی؟ به خدا که نمیدونم، من از تو سخت خفه شدم. میدونم، از تو عذر میپرسم. وعده میدهم که دیگر تو رو نمیرنجانم. در حقیقت وعده میدهم. خیر. بخشش یک لحظه. لبای سردارم، پگاه شخصی که شناسنامه قلبکی تیار میکرد به وطنمون میآید. او را در فرودگاه دستگیر میکنیم. تمام، من میآیم. تو رو دستگیر میکنم. کلاس باوریم نمیآید که باز کلاس گفتی. عزیزم، معلومات انیق رسید. کلاس نزدیک شناسنامه ساز میرفته است. آی حالا هم کالتا کلاس گفته ایستاده است. اما عزیزم، نه، برای بردن من دیگر به اینجا نیو و مرا عزیزم نگوی. فهمیدی اونال؟ کمیسر، پروا نکنید، من همراهتان هستم. چی صف زده میگویی؟ ابله، با ماشین سوار شو. شما همیشه داماد را پشتیبانی میکنید. اون پاهای ما را سوخته است. او یک دوست است. رفیقان، مگر این کار می شود؟ تهمت نکنید که گناه است. خیل تهمت اکی خلی.
اون شخصی رو که شما دامولا میدانید پولهایتان را گرفته در کجای معیشت دارد. تو چی گفته ایستاده ای؟ استادی ما چونین انسان نیست. خانمان و جنابان گوشتان را کلام کشاده من را گوش کنه. آن دامولای به ایمان پولهای شما را گرفته از اینجا فرار کرده است. مگر تو راست میگویی؟ بله. مادر چرا مردم در اینجا جمع شدن؟ دامولا زیا رو انتظارند. دامولا باید پول رو آورده خیر کند. مادر خیر رو باید آدم پنهانی کند. آدم ها رو جمع کردن خودنمایی می شود. دخترم تو همیشه دامولا رو تنقید میکنی. اکنون چی کار میکنیم سیلین؟ دعا کن که هر چی زودتر دامولا رو پیدا کنیم زورا جون. جانم فکر کن که دامولا رو یافتیم. یکی ازدواج کردن رو قبول نکند پس من با بابایم چی میگویم؟ من فکر نمیکنم که یک مرد از تو به آسانی دست کشد زورا جون. دامولا تو رو قبول میکنم. تو باز هم با این سخنهایت مرا آرام کردی. رحمت سیلین. باز کن خلیل. راست گفتی اکا. من حس میکردم که او یک دامولایی ساخته. بله بله بله. خدا ترست ایسته تهمت نکنید. چه تهمت؟ این نمیگ تهمت نکن. خدا اگر پولها را نیارد او را دور میکشیم. در اینجا چی گپ است؟ خلیل تو فقط پشتی این دامولا را بگیری. بین او پولهای ما را گرفته رفته است. بر خدا قسم دیگر پولهایتان را در خوابتان ببینید. زهرا خانم دامولا زیا را ندیدید؟ نه ندیدم. در اصل ما هم از او یک چیز رو پرسیدن میخواستیم. در اینجا چی گپ است؟ همه دامولا رو انتظار. یک صاحب کاری خیرخواه به یتیمان 50,000 لیره خیر کرده به دامولا داد. مردم باشد فکر میکند که دامولا پولها را گرفته گریخته است. دیدی زورا جون؟ دامولا زیا بسیار آدمی خیرخواه بوده است. این خیلی آدم کم است. او حقی ما و شما را خورده است. اما باید او را پیدا کنیم. همه مرا گوش کنه. این آدمی که شما اولیا میشماره پولهای شما را میده کرده خورده ایستاده است. بله نمید راست میگویی. مردی رزیل خدا جزایت را دهد. بازی چه نشوه شما. حاضر همه شما همراه من به شعبه پلیس رفته از بالای عرضه شکایتی می نویسه. او فکری یتیمان را نکرد. ببخشید وای آدم چی میگوید؟ در حق دامولا تهمت دارد. بیا دامولا پولها را گرفته گریخت. نگذارد حقوقتان پایمال شود. اگر این درست باشد به خدا قسم که بابایم دلش کفیده میمورد. خدا نشان ندهد. اکنون چی کار میکنی؟ همش خوب میشود. دامولا آمد. استاد اومده که خلیل بیا رفته. پولهای شما را گرفته از اینجا فرار کرده. یک طرف ایسته دامولا اومد. یک طرف ایسته. ولی روبین دامش رو کچ کرده گریخت. عذر میپرسم برادران، بخشش که کمی کار برآمد و دیر اومدم. این میز برای چیست؟ این میز برای تقسیم کردن پولها دامولا. برادران به این هم میشود. باید چنان خیر کنیم که کسی از این پای نبرد. گیرید یتیمان را روی خط کرده پنهانی برده برابر تقسیم کنید. میلش دامولا خواطر نباشید. بجری پسرم با آقای خلیل یاری ده. میلش استاد پولها رو تقسیم بکنید یا نه؟ تمام به خانه هاتون رو به ما خودم برده میرسونیم. دامولا لبای خانم زهرا بیکار هستید صحبت کنیم. دامولا تشکر خانم سیوال. نمیارزد دامولا. تشکر زیاد. مرحمت. اویدی حمله راهزنها من چیزی نگفتم اما یزنم به بابایم گفته است. بابایم میخواهد به شما منتداری کند. خواهش میکنم، یعنی این کار ضرور نیست. هر کس که میبود کمک میکرد. ها همین خیر. اما استاد نجادهی مرا بابایم شنیده این را بسیار مهم شمارید. شما را چون داماد میداند. اگر به او حقیقت را فهمانم سخت میرنجد و خدا نشان ندهد که وضعیتش بد شود.
دامولو با من ازدواج ساخته برپا میکنید؟ میدانم که با شما ازدواج ساخته برپا کردن این فکری غلط است. دروغ گفتم که به شما عاشق هستم، دیگر راه هم نداشتم. از شما جواب را انتظار هستم. نمیکنم. نمیشود زهرا. و باز اینکه من آدم دیندار هستم، من باید با آدمان نمونه باشم. مفتیات اگر ازدواج ساخته برپا کردن مرا فهمد، حال من چی می شود؟ شما چه ها میگویید؟ هیچ کس پی نمیبرد. وعده میدی هم کسی نمیفهمد. اگر بابایم فهمد خودش مرا نابود میکند. متاسفانه زهرا، یعنی این کار را کردن نمیتوانم. از آن را میدهند. نرنجید، من به مسجد میروم. خدا حافظ. زهرا جان چی شد؟ چی گفت؟ قبول نکرد. قبول نکرد؟ اکنون چی کار کنم؟ نمیدونم. همیشه بیایید. استاد چه شد تجری؟ باز سوال داری؟ بله استاد. استاد سوالم این که اگر کلس را بکشی گناه است. چی؟ کلس را گفتی؟ ها استاد. این سوال از کجا برآمد پسرم؟ در دیوار مسجد دیدم استاد. در دیوار دیدی؟ همینطور گویی نمیشود. من چه خیلی پرسیدم استاد؟ من از کجا میدانم؟ چنان میپرسی که آدم تلخ قلب میشود. هجری مسلمان دینش را باید بداند و گفتارش را نیز باید رعایت کند. خوب هستی آقای بختیار؟ خوبم. کی اکرم شما رو میجوست؟ تشکر. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. روزتون بخیر. خوش آمدی. با تو چقدر تشکر گویم کم است. کاری که برای نبیرام کردی چگونه پرداخت کنم؟ من چیزی نکردم جناب. چی خیلی چیز نکردی؟ اگر تو نمی بودی آن راهزنها به نبیرم آفت می رساندند. تو حیات او را نجات دادی. استغفرالله. تو قهرمانی هستی که با دل گشاد نبیرم را به تو امانت کرده می توانم. داماد دستم را ببوس. هجری دست بوسه نکن. نشیده خانم، اهل آیله را در میمانخانه جمع آور تا که گفته هایم را همه شنوند. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. تشکر. حاضر شما در حیرتید که چرا من شما را به اینجا دعوت کردم. آرام باشید،
یگان جای خواطرش نیست. برای یک کار خیر در این جایید. با دقت گوش کنید. دامولازیا جان، با دختر عزیزم همه چیزم، قیمتترین گوهرم زهرا جان آیله برپا میکند. این خبر خوش را خواستم به شما هم رسانم. این روز فراموش نشدنی را، اعضای آیلمان شدن دامولازیا را خواستم به شما رسانم. او داماد یکتایی من است. اکنون از سببی که این خبر را به همه رساندم کار را طول دادن لازم نیست. در حال به توی تیاری بینید.